هوش مصنوعی دیگه فقط برای ربات‌ها و برنامه‌نویسان نیست. الان حتی اگر هیچ تخصصی خاصی نداشته باشی میتونی با ابزارهای هوش مصنوعی درآمد آنلاین واقعی داشته باشی. تو این ویدیو قرار 5 تا ابزار رایگان رو بهت نشون بدم که هر کدوم یک جور بهت کمک میکنن پول در بیاری. تاکید میکنم کمک میکنن. از تولید محتوا گرفته تا طراحی ساده و حتی ساخت ویدیو. پس تا آخر این ویدیو رو ببین چون ابزار شماره 5 واقعا شگفت انگیزه. شماره 1 اولین و معروف ترین ابزار چت جی پی تی. اما سوال اینه چطور باهاش پول در بیاری؟ ببین خیلی ها فقط ازش سوال میپرسن و همین، ولی تو میتونی ازش برای ساخت پکیج محتوا، کپشن اینستاگرام، مقاله سایت یا ایده ویدیو یوتیوب استفاده کنی و بفروشی. حتی فرض کن فریلنسری که برای مشتری پست و وبلاگ مینویسی. چت جی پی تی متن رو برات مینویسه، تو فقط ادیتش میکنی و در واقع تو زمان تو فروختی نه تایپشو. برای نمونه من الان مینویسم برای چت جی پی تی که یه متن 500 کلمه‌ای برای معرفی قالب آسرا در وردپرس با لحن صمیمی بنویس. ابزار دومی که میخوام بهتون معرفی کنم مخصوص طراحا و تولید کننده های محتواست. لئوناردو ای آی یه سایت رایگانه که باهاش میتونی عکس، کاور، تامنیل و حتی طرح محصول تولید کنی. الان کلی فریلنسر تو سایت مثل فایور دارن با لئوناردو عکس میسازن و به مشتری میفروشن. مثلا من خودم چند تا کاور ویدیو باهاش ساختم که اگر میخواستم به یه طراح بدم باید حداقل $20 هزینه میکردم. راه درآمدیش اینه که شما کاور بسازی برای ویدیوهای یوتیوب، پست اینستاگرام یا حتی طرح تیشرت برای فروش در پرینتیفای یا رد بابل یا حتی دیوار خودمون. ابزار سوم مخصوص صداست. 11 لبز. با این ابزار میتونی صدای حرفه‌ای تولید کنی حتی بدون اینکه خودت حرف بزنی. یعنی اگر خجالتی هستی یا هنوز میکروفون نداری 11 لبز برات صدا تولید میکنه با لحن طبیعی. راه درآمدیش چیه؟ میتونی باهاش ویدیو کوتاه بسازی، مثلا آموزش، داستان یا معرفی ابزار و منتشر کنی تو یوتیوب یا تیک تاک. حتی بعضیا دارن از این روش درآمد دلاری میگیرن چون فقط متن میدن و هوش مصنوعی اون صدا و ویدیو رو میسازه. نمونه صدای AI پخش میشه. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. 4 ابزار چهارم مخصوص نظم دادن و برنامه‌ریزیه ولی با یه چرخش هوشمندانه. نوشن AI. باهاش میتونی ایده‌هات، متن‌هات و حتی پروژه‌های کاری رو سازماندهی کنی. مثلا اگه تولید کننده محتوا یا فریلنسری میتونی با دستورهای هوش مصنوعی داخل نوشن بنویسی مثلا برای این هفته یه برنامه تولید محتوا برای یوتیوب بساز و خودش کل جدول زمانبندی رو میسازه برات. راه درآمدی یاد بگیر تمپلیت نوشتن و طراحی کنی و بفروشی. سایت های مثل قامروید پر از قالب هایی هستن که با نوشن ساخته شدن و بعضی هاشون ماهی $1000 فروش دارن. و اما برسیم به جذابترین ابزار این لیست. اوپاس کلیپ یه سایت فوق العاده است که فقط کافیه یه لینک ویدیو بدی خودش به صورت خودکار اون ویدیو رو تحلیل میکنه و چند تا کلیپ کوتاه وایرال آماده برای تیک تاک و یوتیوب شورت میسازه، اونم با زیرنویس خودکار و افکت جذاب. این یعنی اگه تو ادیت بلد نیستی باز هم میتونی از ویدیوهای خودت یا حتی از محتوای آزاد استفاده کنی و کلیپ منتشر کنی. راه درآمدیش اینه که ساخت ویدیوهای کوتاه برای دیگران. خیلی در فایبر دارن با همین کار ماهی 500 تا $1000 در میارن. دیدی هوش مصنوعی داره مسیر کار آنلاین رو آسان‌تر از همیشه میکنه. دیگه لازم نیست متخصص باشی، فقط باید بدونی از چی و چطور استفاده کنی. از بین این 5 ابزار به نظرت کدوم یکی بیشتر به دردت میخوره؟ برام توی کامنت بنویس، هر سوالی داری بپرس
من برای تک تکتون ارزش قائلم و مطمئن باش برای اون سوالت ویدیو میسازه. و اگه از این ویدیو خوشت اومد، ویدیو بعدی من درباره 3 سایت عجیب و رایگانی که زندگی تو راحت تر میکنن را از دست نده. مثل همیشه مرسی که تا آخر ویدیو با من بودی و شیخ اسماعیل گفته دیگه حجته.